اسم کوچیک شما چی بود یه بار؟ من به اسم کوچیکم خدا شکره. خدا شکر. خدا شکر کاظمی. اهل کجا هستین؟ پدرم اهل اردبیله ولی بعدا اومدیم در مشکین شهر زندگی کردیم. بعد اومدیم تهران. پدر چی کاره بودن؟ پدرم تاجر بودن، کاسب بودن قبل از انقلاب. شما کارخونه چی داشتید؟ قالبای بتون. قالبای بتون. قالبای بتون بله. چند سال این کار مثلا اون برج میلاد که میبینین اون قالب لغزنده هست، قالبش ما ساختیم. پس خیلی حرفه‌ای بودین تو کار. بله قبلا این از سوئد و ایتالیا می آمد. وارد میشد. وارد میشد بله. چند سال پیش کارخونه رو انداختید؟ سال 67. 67. بله. کجا؟ در شهرستان کاشان. چند تا کارگر کار میکردن؟ تا 2000 نفر رسوندم و 700-800 نفرم بیرون از کارخونه به من کمک میکردن. چند سال کار کرد کارخونه‌تون؟ حدوداً 30 سال کار کرد. چی شد که کارخونه شما با مشکل روبرو شد؟ عرض کردن دیگه اومدن حدود 40 میلیارد تومان برای من مالیات نوشتن، مالیاتی که باید نمی نوشتن. یعنی درست نبود؟ درست نبود، نه خیر. رو چه حساب نوشتن؟ برای اینکه همینطور نوشتن دیگه بی خود. رو حساب درآمد شما نبوده؟ نه خیر درآمد نبوده. برای پیش فاکتوری که فروش نشه مالیات تعلق نمیگیره. چه سالی؟ سال 93. و شما چیکار کردین؟ هیچی، من بالاخره دویدم 3 سال و نیم دویدم. بعد از 3 سال و نیم ماده 216 طبق مدارک خدمت شما عرض میکنم نوشتم معامله انجام نشده. فهمیدن که نباید می نوشتن؟ باید نباید می نوشتم. به همین راحتی؟ خیلی راحت بله. خب ولی تو این 3 سال و نیم کار کاسبی شما ریخت به هم؟ بعد دیگه موقعی که یه شرکتی راست 2 ماه حسابش ببنده به هم میریزه. آها حساب شما رو بستن؟ بله حسابش که بستن. کارگرها چی شدن؟ کارگران هیچی، رفتن خونه‌شون. من مشکل ندارم. ببین اون 2000 کارگر این آقایان نابود کردن. کارخونه تعطیل شد. بله کارخونه تعطیل شد. متروکه شده ها؟ تقریبا متروکه شده. 60,000 مترش هم بانک ملی کاشون اومده به نامش زده. میرم میگم آقای محترم بیا پولتون رو بگیرین کارخونه من پس بدین. هیچ کسی اعتنا نمیکنه. همین الان کارخونه رو من تحویل بدم بالاخره پولشون رو بگیرن. بنده به آقای دادستان کاشان همینجا سلام عرض میکنم به دوربین صدا سیما یه نماینده بذاره هر چه سود داره مال فقرا. من قبلا همه جا عرض کردم دنبال کارخونه بودم نمی آمدم 90,000 به سالن بسازم. می آمدم تو زعفرانیه قبلا عرض کردم 9,000 متر آپارتمان می ساختم متری الان 100 خورده بالا. ولی وجدانم اجازه نمیده. چرا کشور ما قبلا تو 8 سال جنگ پیروز شدیم؟ چرا؟ برای اینکه فرماندهان جلو بودن. فرماندهان خودشون به کشتن میدادن. الان آقایون نشستن فقط یه امضا میزنن. نه خیر آقا. اون آقای کی بود که برای هر میز آقایون مدیران 73 شهید دادیم. یه میز درست شده برای این آقایون. خجالت بکشن. از اون خون شهدا خجالت بکشن. نگید این حرفا رو بدتر شکار. بشه فدای سرت کشورم درست بشه ملتم مشکلش حل بشه. من بازم تکرار میکنم دست اون طبقه پایین طبقه متوسط میبوسم. آقا این گره اقتصادی راهی داره باز بشه؟ آقا والله گره اقتصادی راه داره. ما احتیاج به امریکا نداریم، احتیاج به لندن نداریم. آقا احتیاج به چی داریم؟ به هیچ کی نداریم. خودمون همه چی داریم. مشکلات چیه؟ مدیر خوب، مدیر با وجدان، مدیر با غیرت، مدیر با شرف. این جوایز چیه؟ این جوایز همش برای کارهای منه. همون کاری که انجام میدی. بله. صادرکننده نمونه‌ام شدی؟ صادرکننده نمونه بله.
ارز نگرفتم. آقا به والله به والله به والله به والله به والله چندین سال پیش رفتم صنایع تهران، گفتم آقا ماشینالات میخوام بیارم، ارز بده. دیگه بدون تعارف راحت برم. به من گفت اول کاری بعدن سواری. برگشتم. یعنی چی؟ ارز میخواستم برای ماشینالات. خب یعنی چی حرفش؟ یعنی آره دیگه اول کاری بعدن سواری. بعد برگشتم با ارز آزاد ماشینالات آوردم. یه شرکتی که $1 ارز نگرفته بلکه ارز آورده. شما باید به این روح برسونین این شرکته. پشیمون نشد یعنی که اصلا چرا من اومدم تو تولید؟ شما مال یه خانواده‌ای بودید که سرمایه‌دار بود دیگه، میتونستید. اصلا پشیمان نیستم. کشور ماست. این همه دشمن داریم، این همه نامرد داریم، باید حمایت کنیم از کشورمون. یه تصویر از شما دیدم، کجا بود که بیسکویت‌های خارجی رو چیدین؟ تو اتاق ایران چیدم. گفتم بگید چیپسا را چرا اجازه ارز میدین؟ چرا وارد میکنین؟ چرا وارد بکنین؟ خب بریم یه خیلی بلده بریم لغت بید. خب شما اجازه میدین بیسکویت بیار. بنده آهنگرم بیسکویت. این همه بیسکویت تو کشور ساخته میشه. چرا جوانان بیکار بشن؟ این آقا اجازه بده آقای بعضی بیسکویت بیار. آقا اعتراض کردم چرا شکلات وارد میشه، چیپس وارد میشه؟ چه توهینی کردم؟ اعتراض کردم. مگه ایراد داره وارد کردن؟ بله چرا ایراد داره؟ بگه شکلات نداریم خودمون. اگر در دنیا شکلات بیسکویت درجه 1 نیست درجه 2 هستیم. با این همه خودمون صادر کننده هستیم. برایشون ارز بیارن آقای اون شکلات ها بیسکویت ها کیا میخورن؟ اون خارجی ها را. همه پول دارا. شما خودتون سرمایه‌تون رو بردید خارج، هم زمین بخری، خونه بخری، این ور اون ور. من اصلا اسم خارج میاد مثل که من فوش میدی. چرا کشورمون رو بذاریم خارج؟ خارج چه خبره آقا؟ خب شاید دیگه اینقدر هرس نخوری مثل این. عیب نداره. وطن پرست باید به کشورش، وطنش به کشورش، به ملتش باید هرس بخوره. من دارم اذیت میکنم شما رو مثل این که هرس میخورین. نه اذیت نمیکنی. چرا نمیکنی؟ اخبار پخش میکنی خیلی مشکلات حل میشه. خدا خیرتون. من همیشه شما را دعا میکنم. خدا هم شاهده. واقعا خدا خیرتون بده. الان منتظرن بعضیا ببینن رئیس جمهور آمریکا کی میشه، شاید مثلا مشکلات اقتصادی حل شه. آخه قربونتون برم هر دو تاشون هم یک کرباسن. به ما چه فرق میکنه چه ترامپ در بیاد چه آیدن در بیاد چه بایدن در بیاد؟ به ما چه فرق میکنه قربونتون برم؟ فرق نداره. نه خیر آقا. برای شما تولید کننده نه خیر. چه فرقی داره برای ما؟ مگر آیدن بایدن مگر داعش درست نکردن زمان اوباما که بیان ما را بکشن؟ همونا بودن. به اونور مرز پس احتیاجی نداره. نه چه احتیاج داره؟ قربونتون برم. مرگ برای میگیم پپسی تولید میکنیم، مرگ آمریکا میگیم کوکاکولا تولید میکنیم، مرگ بر آمریکا میگیم موبایل اپل میاریم. چیان اینا؟ مافیاییه پس. 42 میلیون تن تولید فولادمونه. 42 میلیون تن. 42 میلیون تن فولادمون تولیدش سالانه. حساب کردم حدوداً 480,000 میلیارد تومان دلالا خوردن سالانه. همین فولادو؟ بله. از کارخونه گرفتم مثال میگم یه برق 9 تومان بیرون فروختن 18 تومان. 480,000 میلیارد تومان رانتخارا خوردن، دلالا خوردن. اگه واقعا چه این چیزی باشه همیناست که پدر اقتصادو در چی؟ پس چرا خونه رفته بالا؟ چرا رسیدگی نمیشه به اینا؟ تورم شاخ و دم نداره که. تورم همینان. رانتخارا میخورن تورم میره بالا. این یکی از برنامه‌هایی بود که من فکر کنم کلا 5 کلمه هم حرف نزدم، اینقدر که شما با حرارت صحبت کردین و همه چی رو گفتین ما کلا فقط گوش دادیم. قربونت برم برای اینکه ناراحتم به خاطر مردم، به خاطر کارگر. قابل حل. بازم تکرار میکنم یه میزگردی بذارن. من دو نفرم از بازاره نه تحصیل کرده امریکا و لندن ها، همون با صوت که الان با صوت که حساب کتاب میکنن، هر اون رو بیارم ببین چه پیشنهادات میدن برای راه حل اقتصاد کشور. خیلی خوشحال شدیم دیدیم شما. زحمت کشیدین.